سلام و درود به پایان دوستان مهربان. خدا نگهبان تو باشه. آمد عید قربان به هر یک خانواده شما تبریک و مبارک گفته. پروردگار سرتون درد، دلتون غم و تنتون آسودگی را نبینن. همه شما رو به خاطر الله دوست می‌دارم. ای صلاحی مقصد ویدیو ما معلوم بود که ما برای چی ویدیو کرده استیم. برادری که در شهر طول است به ما مراجعت کرده، همچون مسلمان همچون تاجیک، الله شاهده که ما برای رکلاممون یگان کپیک نگرفتیم، ان شاء الله و نمیگیریم. دوستان مهربان، برادر ما خواهش کرد که اکی بابا جان من در همون آقلمون میگیم فرما میگیم 100 گوسفند بز دارم، میخوام که مقصد یک قسم اهمیت پیش از عید قربان به خاطر خدا، به خاطر مقصد عید ما، مقصد عید قربان بفروشم. یعنی که خواهش اگر امکانیت باشه همین ویدیوچه ما را پخت تو مردم از ما خریدن. بعضی برادران نمیدونن گوشت ایجا بگیرن، گوسفند ایجا بگیرن و هم خاطر ما یک روز پیش که ویدیو کردیم که مقصد به هم برادرها گوسفندا ژیوای ویس فروخته میشن. ای 4-5 گوسفند زیاد گرفتی به خونه تا میاره ذبح میکنن و به شما میتین. رقم‌ها در روی اکران هم دوستان مهربان، میتونه ان شاء الله خریداری کنه، زنگ زنه. فقط خواهش میکنم کدام میخری همون آدم زنگ بزن. بیکار وایرام زندگی دارن، زن و کودک دارن، بیکار مرد گرانه گوسفند چشید، قشقور چند شید، بز چند شید، خیلی نه. ژیوای ویس ان شاء الله در حقیقتا گیریم، خیلی برادر میگیرن و در روی خونه تون میبری یگان جو نکوید. خدا نگهدار. تو میریم ویدیو گوسفنداشون رو تماشا میکنیم و خریداری میکنیم. وقت خوردن ما رو فراموش نکنید، ده حق مدعا کنید که ان شاء الله ما شاید سبب شیم شما یک دهن فرزنداتون به مزه شوی، یک گوسفند، یک گوشتک یا بریده گوشت بخورید. خدا نگهدار. تو عیداتون مبارک دوستان مهربان. گوسفندا رو تماشا میکنیم، بعد کمی یک رکلامچه جای کارخانه خودمون در پراسپیک میر الحمدلله ما شده کردیم و ما شما رو با توصیه میکنیم ان شاء الله. سلام علیکم. های که بچه‌م خوب رو شوکا. السلام علیکم مردم تاجیک. اینا مرحمت گوسفندای حصاری تاجیکی، گوسفندای رامانوفسکی، ژیوای ویس پگا بگای گازل اینجا میروا. مرحمت کسی که در کار، در کسی که گوسفند در کار ایسه 4 تا زیاد میگیره زنگ بزنه به در خونش و میبره گازل ژیوای ویس. چند که در کارای نرخ نواش پگا در روز عید معلوم میکنیم. التیموس کسی که در کار گوسفند حسابی گوسفند، اینا مرحمت به همین رقم ها زنگ بزنین، به همین رقم ها زنگ بزنین. اینا مرحمت کسی که چیزی در کار التیموس. اینا که با جان مرحمت باید بارگه ویدیوش کردم ببین کدامش که مخولای و شما مراجعه داریم که به خلق مسلمان خبر کنید. صبح خران خب دوستان مهربان، چه ما گفتیم بعد بزیچه و برچه و گوسفند برای عید قربان که برادر مقصد رکلام کردیم خاص به خاطر الله. جای کارخانه خودمون در پراسپیک میره الحمدلله ما کشاده شد. تاجیکا حجامه ما مقصد قرآن عکس از رفته شده. میتونید این قرآن ها خریداری کنید که در این جایگیر است کتاب دعاها، قاعده بغدادی، هفته یک و دیگرش و پیروز قرآن کریم و مقصد اینه چی میگن با واسطه خوانده میشن قرآن های با تجوید و قرآن های خوب ان شاء الله. قرآن ها پیش از عید قربان ما چی کردیم؟ عکسیشو کردیم 4500 روبل دوستان. و هم خاطر میتونی ان شاء الله خریداری کنی. بیای چی میگن در مترو پراسپیک میر و پیروز این داروهای داریم در پراسپیک میر برای سلامتی، برای گرده و روده، خلاصه چی عضوی که هسته اول پروردگار شفا را میتیه، اما همین داروها سبب میشوند که ما را شفا بتیم. برای تمام نمودی درد هسته. با نگه که مثلا نمبر نکنم گرده و روده و همش هسته. این ویترین مترو لوبلینا ما، اما در مترو تیوپلیستان تیوپلیستان هم داره. این پیلوس چی میگیم پراسپیک میرم کشودگیم همین نمون داروها هم در تیوپلیستان یافت میشوه، هم در پراسپیک میر یافت میشوه. خدمت که روز جمعه
проспект Мириё рӯзи ид рафтен иншоаллоҳ метунед дар ҳамҷа биред харидорӣ кунед. дӯстони меҳрубон, ҳамата ба хотири Аллоҳ дӯст медорам. рақамҳои дар рӯи экран мебинед, ин рақамҳои проспект Миран иншоаллоҳ. ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. кадме дар Теоплистане метунед дар 4 этаж бурӯи ҳиҷома кунед, кадме дар метрои Лубноӣ дар хизматем. пилоси мо дар шаҳри Казан дорем иншоаллоҳ ҳиҷома ва пилоси дар шаҳри чӣ дорем Санкт Петербург. ҳамата ба хотири Аллоҳ дӯст медорам. идотон муборак. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.